مرحبا ای خسروی فرخنده سامان، مرحبا شهریاری نیک نامی تاجیکستان، مرحبا. از قدم های شما این سرزمین گل کرده است، مرحبا بر وارخی گلگل شکوفان، مرحبا. قدم های مبارک و فیضبار شما را به این گوشه خوشمنظری تاجیکستان عزیز، سرزمینی قدیمه تاریخی تاجیکان، دیهه وارخ خجسته میگویم. من محمود جان نیازی، دیرکتوری قصر فرهنگی دیهه وارخ هستم. ما مردم مهنت دوست وارخ افتخارمند هستیم که در این سالی برای مردم تاجیکستان تاریخی، یعنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، با ما ملاقات می نمایید و این ملاقات هم برایمان تاریخی است، زیرا این 30 سال نه تنها 30 سال جد و جهد مردم تاجیک برای پیشرفت و زندگی خوب، بلکه 30 سالی تلاش های شما برای پایدار نمودن صلح و وحدت در این کشور و معرفی کردن تاجیکستان در عالم، و به عباره دیگر 30 سالی قهرمانی های شما می باشد. 30 سالگی قهرمانی مبارکتان باد، پیشوای معظم ملت. سلامت باشید، سلامت باشید. جان تشکر. سلامت باشید، سلامت باشید. سلامت باشید. شما قصر فرهنگی نو قطعی تبریک مبارک باشد. سلامت باشید. خیلی که با دوام اتناس کار کنید. تمام شرایط های درجه عالی مهیا شده است. البته. فقط خدمت کردن در کار صادقانه. البته. سلامت باشید. محترم جناب عالی، محض با توجه و دستگیری شما دیهه وارخ در ردیف دیگر شهر و دیهاتی کشورمان در دوران صاحب استقلالی آباد و زیبا گردید. با بنیاد انشاءات گوناگون دهها جای کاری فراهم گردیده، زندگی مردم بهتر شد. در برابر توجه به ساحه های دیگر، برای پیشرفت ساحه فرهنگ نیز اعتبار خاص ظاهر می گردد. مثال روشن بنیاد قصر فرهنگی دیهه وارخ می باشد. چنانه که شما محترم پیشوای معظم ملت در سخنرانیتان تاکید کردید، وارخ تاریخی 3000 ساله داشته، در مأخذها و آثار مورخان از جمله در اوستا، حدود العالم و بابورنامه ذکر یافته است که میراث از آریا و پاره از قلمرو تاریخی تاجیکستان است. همزمان در حدود گوری موغ دیهه وارخ یادگاری تاریخی بازیافت گردیده است که آن به عصر یکم میلادی منسوب بوده، امروز در آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ولایت سوخت نگاه داشته می شود. مردم وارخ اصلاً مهنت زاده، علمجو و فرهنگی هستند. آنها نه تنها در داخل کشور برای پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان سهم مناسب میگذارند، همچنین در خارج پرچم بردار تاجیکستان هستند. آنها در آزمون‌های بین المللی و مسابقه های ورزشی معرفگری تاجیکستان بودند. همچنین در علم جهانی موقعی خاصه دارند.
باعث سرفرازی است که آنها دستپروری مکتبی علم و خرد و معرفت پروری شما هستند. از این رو من با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن عزیز به شما برای فراهم آوردن چنین شرایط مناسب برای زندگی شایسته مردم از نام مردم دهات واروق عرض سپاس می نمایم. یک جا تشکر. خب بیا مسئله را یگان مسئله هستند. چی مسئله چی پرابلم دارد واروق؟ یگان خیلی مشکلات نیست. نه یگان خیلی است. نه البته همه این مشکلات هست. با تشبوس شما با توجه شما بس کنید. وای کردیم در 10 سال 5 سال یک برابری دولت بیا ما با کی پینات میکنیم برای چی؟ زیانی خیلی مردم میشه زیانی خودتون میشه. بله. گوش کن. کسالخانه داره که داره. رئیس جماعت کنی؟ مالی ما اینجا بیا. رحمت شما قصر فرهنگ نازوای کنید. گوش کن. یکی چه مردمی بارو گفتی مردمی مهنت سازن؟ مهنت زاده هستند. گوش کن مهنت زاده نه زحمت کشیدن دیگه. سلامت باشید. زحمت کشیدن. قصر فرهنگ کار کرد شاگردا تیار کرد الان جای یادگاری های تاریخی دیگر جای باید کردن این وظیفه شما وزارت فرهنگ قطعی شما ولایت شهر امینی گذاشته ما در کار ببینید چقدر ما جای تاریخی کوهن از نو برقرار کرده ایستادیم شما هم که در حدود ولایت کردیم قلعه موغ در شهر است طرف شهر خودی شهر خودشان بله این وظیفه من بعد مرور زمان هم که رود خاک تودا میشه نیست میشه چی بعد در ورق میمونه در اصل یگان دلیل نداره سرازم ببین سرازم برای چی ما کردیم سرازم من سال ندادم سرازم 5,500 سال دادن اینا یونسکو عالمای بین المللی آمده تحقیقات گذرانده ما دعوت کردیم آموزه از امریکا چین روسیه از دیگر کشورهای اروپایی آموختن در یک جایی برده در یونسکو ما را ویباندن همه جمع شده یک از تا قریب 6,500 سال بعدش 5,500 دیگر آمدن در 5,500 سال که همین شهری با سال 5,500 سال تاریخ دارد تاریخی سر از تاریخی که است تاریخ ملت تاجیک تاریخ ما شما این دلیل قدیمه بودن باز یک بار دیگر اثبات قدیمه بودن یعنی باستانی بودن ملت تاجیک نشان میده ایجاد کنیم بنیاد کنیم احیا کنیم امین نگاه داریم به نسل‌های آینده میراث گذاریم اگر به شرط صاحبی نکنی همه خاکستر زمین میشه نه خیلی میجخند میرود خطر جهانی شوی هم همی است نه زبان میماند نه فرهنگ میماند نه رسم و آیین میماند یگان چیه بسیار مهم الان پروسس وای کردن مهم من ایروز دیدم در قصر فرهنگ سر لباس های ملی البته است و یک چیز را ما فراموش نکنیم که مردم از خرافات دست کشند خرافات بدبختی میارد نه دیده ایستیم کشورهای همسامون دور نمیریم 45 سال پهلو مونده علم معارف سطح بلندی معرفتناکی ملت دولت را آباد میکند دولت را در جامعه متمدن وارد میکند در عرصه بین المللی حالی خودت اشاره کردی ورزشکاران دیگر میدانم بخشیارهای بسیار نامی دارد من افتخار میکنم امروز تماشا کردم آفرین بخشیار از شهر اسفره در وای جای اول گرفتن جای میوه گرفت پایست ایسی بیاد خداش مایده کسی؟ ها؟ ناز آفرین
من زدم تو رنگی تو بسیار بسیار ناز حسن آفرین یک کس چقدر عرصه بین المللی ده آبروی ملت دولت چقدر بلند میکند یا منیژه را بینید همه را سرگردان کرده است یوروی دینی همه را سرگردان کرده است بسیاری ها یاد دختره که تاجیک دیده نمیتونه آفرین حسن دستری کرده کن باشد احسن برای اون که در تمام حالات از تاجیکیت خودش دست نمیگه من تاجیکم در تاجیکستان تولد شدم در تاجیکستان تربیت یافتم های امروز شهروندی روسیه هستم چی حقیقت چه گفته است آفرین یک نفر میتواند وای کند لیکن یک سخن ناجا دولت را یک خانه را میتواند با آتش سوزاند سلامت باشی سلامت باشید رئیس جماعت معلومات پیش میکروفون بیا چی کم بودی از در دیهات محترم جناب راست بگو چی کم بودی است چی مونده است دیگر در حقیقت در شر نکن نه، شر- نترس از رئیس ولایت شر نترس من قطعی گپ زنم محترم پیشوای ملت قدم های مبارک شما را به جماعت دهاتی وارخ شهر اسفره از نام خودم و از نام کل شهروندان جماعت دهاتی وارخ خوش آمدید میگویم و با دستور و سپارش های بی‌واسطه شما امروز در آن پرابلم هایی که در جماعت دهاتی وارخ جای داشتند دوره به دوره حل خود را یافته ایستادند در اساس بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی وارخ زیاده از نقش چهاربینی ها ترتیب داده شده زیاده از ساختمان تعمیر از نوسازی و منفرشکنی راه ها و زیاده از 48 انشاءات به نقشه گرفته شده بود و امروز زیاده از 43 تای آن الکی اجرا شدند و چخلکی محترم پیشوای ملت چخلکی خودی شما قید کردید تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیواسطه با دستگیری شما با دستگیری رئیس محترمی ولایت سوت و رئیس شهر اسفره پرابلم های جای داشته حل خود را می‌یابند چیه با پرابلم های جای داشته را نامبر که؟ بگو گفت زن چی است؟ چی است؟ ابی چی نمیرسد؟ من اخداد رئیس تو میدانی همه چی را؟ هرچند که جماعت دهاتی وارخ یکی از جماعت های دوردست باشد هم در جماعت دهاتی وارخ تمامی من با دستور سپارش های شما تمامی انفراساختاری اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند از کسالخانه چند تا داره؟ یک بیمارخانه داریم از چند کت؟ 70 کت هم شعبه جراحی طبیبا میرسن؟ طبیبا میرسن محترم جناب عالی که سر دکتر شهر است چند نفر جماعت ده نمیرسه 3 نفر انتخاب کنید من وزیر خط کنندگان رئیس جماعت شما رئیس شهر من این روز چند نفر 10 نفر که علیم زاده 15 نفر امروز دخترها و پیسرانی که در ما را پیشواز گرفتن من اونا را علاقه همراه میبرم همراه به معنای که در دانشگاه و دانشگاه عالی مملکت نام کوت ایلاوگی پرزیدنت داخل میشوند سلامت باشه تشکر زیاد بسیارش طبیب است چند نفر نوشته گرفتن یک قسمش چیفینده دیگرش 11 است تشکر زیاد خامه 43,000 اهالی دارد یک کسالخانه بسنده است تولدخانه چند تا داره تولدخانه داریم
چند تا؟ یک تا تو 700 تا تولد شده این سود است در یک سال شکر قوت اون بتیه زردو ما حاضری گفتم که دو برابر اهالی زیاد شد دونی برابر شهر اصفهان 118,000 بود حاضر 280,000 زیاد شده ایستادیم ببینید بعضا دیوهای است که ماشین تعجیلی دارن ماشین یاری تعجیلی دارن سردکتر که طرز معایا کنید رئیس ولایت همین شهروند کدام وای مریضی وای میشد با شهر اصفهان خیلی خدمت رسانید با شهر اصفهان نرود همیشه شک کارش بود کند از لحاظ اقتصادی وای است ماشین یاری تعجیلی تی کجا می شود شب روز است در کار می شود مکتب ها چی نمی رسد زبانهای روسی انگلیسی می رسند از فنهای دقیق می رسند اینفرماتیکا خوب ناست اینا 15 نفری که من گرفتم این ایلاوگی اینا کش نمیکنه با 5 نفر دیگه ایلاوه کنه میشه 20 نفر همین سال همون اختصاصایی که شما دا نمیرسن همون کسایی که شما دا نمیرسن همون را تیار کردم اون هم خیلی چند کیلومتر راه داری معلومه عموما در مجموع داخل جماعت چند کیلومتر راه است عموما در مجموع زیاده از 60 کیلومتر راههای داخلی بین جماعت هست من سپارش میتیم دیرکسا بیاید معلومه خودت رئیسه خودت کدام کوچه‌ای که بیشتر نیاز دارد به تعمیر طلب خب یک 20 کیلومترش من به اودا میگیرم حسابی فاندی زون در یک دیهای دوردست قسمتی که از مرکزی شهر از مرکز دیهات دورتر است یک تا تولدخانه برای 15 کات من دیرکسر روان میکنم سایولی زاده را خودتون انتخاب کنید جاشه معین کنید لایه میکنن این سال کار سر میکنن سال دیگه به انجام میرسونن تشکر زیاد جناب تشکر زیاد با چی آب این دیه آوردیم با کدام دیه آب نداریم ببین کدام دیه هایی که آب ندارد ای بس آب با تک بینوان میگذرد آب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم همون شده است تاجیکستان دا یا اینجا نه دیگر جا دا من خیلی است شهرنامه ما با تمام راه واسطه چون که اکثریت کسری ها از چی میشود از آبی پسیفت از افلاسی وقتی آب نباشد افلاسی زیاد میشد همین کسری های اینفکسیونی کووید و دیگرشان یک سببش افلاسی است همین ببینیتون کجایی که باشد پیشنهاد کنید ضرورتون راست صاحب نباشد ما یاردم میکنیم مالا ولایت است یاردم میکنیم مردم آبی مصفا گیرن آبی تازه آشامیدنی کسلی کمی شد اونا طبیعا ناز میدونن اما ما شما ناز میدونیم من گفتم که اصفهان شهری بسیار هم باستانی است هم با صاحب معرفت است باور متقیساش در تمام گفتی وای جهان نام برآوردن صنعتچیانی بزرگ دارن جمهوری از همه متقیسای صنعتچی بیشتر از شهر اصفهان چون که بیشتر است فنهای ریاضی را درجه بلند وای میکنن ببینید شورناکیشان از لحاظ فنهای دقیق پیشرفته است یک مکتبی وای معلم وفات کردن من خواستم دوشنبه دعوت کردم نرفت فیزیک بود ماتماتیک بله خیمیا بله 100% دانش بچه هاشه همشه هر سال داخل نشده 100% آفرین شما وظیفه من تربیه کردن است که اخلاق آداب هم خیلی خیر صدقه ما نبستیم خیر صدقه از روی انامو گفته با مقصد 10 تا گاو کشیم دروازه رو میمونیم بیا کی قبول هستمون هم بابای دوملا همین خیلی میکنن صدقه و خیرات همین خیلی است نه هر یک فردی مؤمن و مسلمان
کاری ثواب میکند، خیر میکند، صدقه میکند، در زندگیش کنند. در زندگی با دست خودش از زحمت حلال اون که زیادت واسه میکند. همینطور است؟ همینطور. شریعت همین میگه. اما چیکار میکنیم؟ بعد وفات بعد میرویم فریاد میکنیم 6 سال رنگی دیراجه بعد میکشیم و دعا کن. اول شکم سر کن بعد دعا کن. این خیلی نیست. آیاتی کلام ربانی را 5 وقت نماز میخونی، 5 وقت یک آیت خود در حق پدر و مادرت باش. انا اون ثواب میره یا نه؟ همینطور است؟ درست. اون مردم فهمونه. دیگر که مردم من حاضر وقتی کشت و کار شده است، گرمی آمده است، پای کنیم یک دیگر را دستگیری کنیم، کمک رسانیم، های باریکلا کنیم، نخندیم، مذاق نکنیم. میتوانیم کمک کردن مونده کار. اگر نمیتوانیم کوشش کنیم که با این یا آن همسایه که شخصهای دیگر زیان نرسه. من همین هدفی آمادگی منم همین. دایر با همسایه ها، دایر با گفتگو. هست دولت، هست حکومت. بعضا رسانه ها در چی وای میکنن باور نکنیم ما دولت است، حکومت است، کار کرده ایستاد از اون جانبم کاری سهل و آسان نیست. بله متخصص ها در کار در اینجا، دلیل ها در کار، با احساسات هیچی وای نمیشه. هیچ حل میکنیم، کار میکنیم، تنها برای گفت و شنید، تنها برای آسایش نه. یک مقاله خوبی تاجیکی همه است، هم میدونه شما، نه از همه میدونه. تا خیش دور میاد همسایه نزدیک وای می اگم خیش تبار رو دیگر شدین چه وای میکنی؟ ما یک بار دیدیم همین تیری لعنتی چشم داره کی زیان میبیند؟ پیش از همه کودکا، آدمان بیگناه، آدمان بیگناه با این راه حل نمیشه. چقدر با صبر و تحمل باشید. حکومت دولت کار کرده ایستاد است، با صبر و تحمل باشه، ما برای آسایشه حل فصل میکنیم. رو افتادن نشویتان، با احساسات هم دادن نشویتان، همسایگی نیک داشته باشین، کار زندگی و فعالیت کنین، ترس هراس نداشته باشین. حکومت ها هست، دولت ها هست، کار و فعالیت. کمیسی های دائم و عمل کننده است، در همین مرز کار و فعالیت کرده ایستادن. دائمی. سلامت باشید بایدان. رحمت جناب بلنس. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، یگان درخواست دیگر است. ما آمدیم نقشه چهاربینی میکنیم. حاضر آنچه سپارشی که من دادم تحت نظارت ما است. رئیس ولایت، جماعت چارکوه، وارروخ، شوخ، شهرک شوراب و من شهر ایسفره در مد من حاضر دیروز امروز سپارش دادم، با من نظارت دائمی میکنم. حتی هوا برف شدگی را 10 بار زنگ میزنم. رئیس چه گپ شد؟ ایسفره در برف بارید یا نه؟ رئیس حرارت چند است؟ هوا برف در ایسفره نبارید. خاکی نیک بگه با خرسند میشم، شب خواب میبره. نباشه نی. من میدانم که ریسک روزی اکثریت مردم زردالو است، میوه است، همین است. اینا اگر با 100 میلیون درآمد میگیرید. خب چی گفتنی است مرحمت؟ در سری ما شکر چون خورشید تابان پیشوا، افتخار و شهرت و ناموس سامان پیشوا. در سری ملت بود تا سایه مهر شما، غمزدای پیر و غمخوار جوانان پیشوا. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
جناب عالی امام علی رحمان. من بیژن رسولزاده دانشجوی سال 4 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا هستم. نظری نیک، توجه خاصه، لطف و مهربانی و تشبث نجیب شما بود که ما 12 نفر جوانان شهر و دیهات اسفره محض با هدایت و سپارش شما جناب عالی و سرپرستی آسایشگاه زمرد در دانشگاه طبی تحصیل نموده ایستاده ایم. ما جوانان دوران صاحب استقلال شکرانه از آن میکنیم که شما جناب عالی در سر ملت و دولت و ما جوانان هستید. جواباً به غمخواری های پدرانه شما ما سعی و کوشش خیش را به دانش آموزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آموختن زبانهای خارجی، آبادی سرزمین اجدادی، حمایه وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری و سازندگی روانه می سازیم. محترم پیشوای معظم ملت، ما جوانان همچون متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر و داننده و استفاده برنده تکنولوژی نو به وطن عزیز و خلق شرفمند ما خدمت می نماییم. برای ما جوانان و شهروندان مملکت شما پیشوای معظم ملت همچون ایدئال سیاسی هستید. مکتب دولتداری شما را سرمشق کار و فعالیت روزمره‌مان قرار میدیم. ما جوانان دوران استقلال همیشه پیرو سیاست سازنده شما هستیم، بودیم و باقی خواهیم ماند. بار دیگر قدوم مبارک شما را جناب عالی به وارخ سبز و تر، وطن میوه های شهدبار، مکان مردان هنرمند و قهرمانان عرصه مهنت که این دم دیده ها را با انوار جمال خود روشن نموده، با شکوفه های نهال صحبت و التفات خود گلشن گردانیدید، خوش آمدید میگویم. برای توجهتان سپاس گذارم. ناز خون موفقیت، ناز سلامت باشه، موفقیت. توجهتان سپاس گذارم. السلام علیکم پیشوای معظم ملت. من تمجید ارگشبای و عضو شورای زنان دیهات واروخ می باشم. قدم مبارکی شما را به این دیاری زیبا منظر از نام زنان و مادران شهر اسفره از جمله دیهات واروخ خوش آمدید، نوری دیده تاج سر می گویم. رحمت رحمت. زنان و بانوان تاجیکستان صاحب استقلال از آن افتخارمند هستند که در سیاست دوربینانه و آینده ساز شما به مقام و جایگاه زنان و دختران توجه خاص ظاهر کرده می شود. از جمله در شهر و دیهات اسفره با دستگیری و غمخواری پیوسته شما انشاءات گوناگون استحصالی بنیاد گردیده به فعالیت پرثمر زنان و بانوان تأسیس جایهای کاری برای زنان خانشین و رشد هنرهای قدیمه ملی مساعدت نمودند. به شرافت قدم مبارک شما امروز در دیهه واروخ مرکز خدمت رسانی نوروز، سیخ قنادی، کارگاه دوزندگی با 30 جای کاری برای زنان و دختران خانشین و تالار عقد نکاح مورد استفاده قرار گرفتند. محض در نتیجه سیاست دوراندیشانه و خردمندانه شما ساحه های اجتماعی در اسفره خیلی رشد کرد. امروز در محله سنگتوده بینای تعلیمی زمانوی برای 1000 خواننده مورد استفاده قرار گرفت. گفتن جایز است که طالب علمان این موضع سالیان زیاد مسافه از 2 تا 10 کیلومتر را پیاده طی نموده برای تحصیل و دیگر مکتب‌های دیهه می رفتند. برای چنین غمخواری پدرانه از نام کل ساکنان شهر اسفره به شما صدقاً عرض سپاس می نماییم. محترم پیشوای معظم ملت، ثمره چنین غمخواری ها و توجه شما بود که
امروز تنها از حساب ختم کردگان مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی دهات واروخ 230 نفر دختران در دانشگاه ها و کالج های جمهوری و بیرون از آن سربلندانه تحصیل نموده ایستادند. ما مادران دهات واروخ طبق دستور و سپارش های شما جناب عالی در عملی شوی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند کوشش به خرج داده جهت تعلیم و تربیه فرزندان خودشناس و خودآگاه و تندرست و دلیر و شجاع پیوسته تلاش می‌ورزیم. ما زنان و بانوان شهر و دهات اسفره جانبدار سیاست پیشگرفته شما پیشوای معظم ملت هستیم و در رشد و شکوفایی آینده درخشان کشور عزیزمان برابر مردان سهم ارزنده خیش را میگذاریم. و بخت مردمی سعادتمند کشور همیشه صحت و سلامت باشید. پیشوا چون فصل گلها تازه رنگ خوش آمدید، بر مکانی پاکی سیفی اسفرنگ خوش آمدید. خاک پاتان توتیا در دیده اهل نظر، پاسداری ملت و ناموس و ننگ خوش آمدید. در جواب تشکر. شما اعضای شورا چیکار هستین؟ اختصاصتون چی است؟ من آموزگار صنف‌های ابتدایی. این مکتبی نوده وای میکردین نه؟ نه، ما مکتبی تحصیلات میانی عمومی نامری 53 در مرکز واروخ. در اصل بسیار 2 کیلومتر 10 کیلومتر خیلی سالایی بود ما 3 کیلومتر می رفتیم مکتب، لیکن به این درجه تا 10 کیلومتر در از رفته آمده این کودک کارش میشه دیگه. رو درسی چی صفت اگر 10 اکادمیک معلومات وای کند معاینه قبیده نمیتونه. حاضر در پیش خانه لیکن صفتی تعلیم و تربیه را خوبتر بهتر کننده کو بچه ها ذوقشون بسیار بلند. من 2-3 سال در آمده بسیار ذوقشون بسیار خواندن بلند. چندین نفرشون در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده ایستادن از دیوات. بسیار فنهای دقیق در ذوقشون بلند هم خیلی باید باشه. از ما آموزگاران بسیار چی وابستگی کلان دارد. البته جناب عالی. آموزگاران هم سطحی صفتی کسبیتشون باید باز آموزی کنن، با زمانه مطابق باشن، شرایطی امروز قطعی های باشن. بانوا ما قوت هم داده ایستادیم دیگر سیاستی رهبری دولت میدونه. 4 سالی پنجم است بفکرم رئیس جماعت. من مردمی جماعت واروخ یک جان میلاداری میکنم که من یک بانو بگم که و شما رهبر انتخاب کردین مردانه وار گفته جان مردانه خدمت کرده صادقانه. بعضا کار من بدونم معلومه بعضا از یک خیل جان مردایی که در یک شهر نویو میکنن کاراش خوبتر و بهتر است. این باعث افتخار است. بله حسن ما هم دستگیری میکنیم، یاردم میکنیم. ما شبانه روز در فکر شما هستیم. شبانه روز موفقیت شما با سلامت باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز اگر دیگر سوالا نداشته باشین سالی تاریخی است این سال، سال 30 سالگی دولت جوان تاجیکستان صاحبکارا را دعوت کنید. اونایی که زاده جماعت واروخ هستند از بیرون رئیس شهر، رئیس ولایت در همین جای دعوت کنید، با اونا شین صحبت کنید. خب زادگاهشان در دهه‌ای که تولد شدند پدر و مادر یا خویش اقرباشان است ببینید که یگان چه کارگاه اکنون حاضر هم کارهای بین دیها را ببینید که تعمیر و ترمیم پر شد. بعد کارخانه‌های خردی استحصالی گیگانتمان یا هیچ کس وای قوتش نمیرسد. 20 تا جای کاری، 30 تا جای کاری، 40 تا 50 تا جای کاری. اونا که مثلا بانوان جوانان صاحب کار کرده مونده کن، جای کاری کرده مونده کن. انشالله
соли аз лиҳози вай бад нест. соли бақар мегӯям, бояд соли наз биёяд, лекин баъзан нишонош на он қадар хуб аст. ҳозирам дар мо захираҳои барф кам аст, дарёҳо камоб аст нисбат ба соли гузашта. ҳатто ба ин нигоҳ накарда ҳамон даъвати ман ба шуморо кардам, роҳи хуби зиндагӣ камтар имсол нисбат ба соли гузашта камтар ҳамин сарфакориро хубтар ҷорӣ карда мода кунем. сарфакор бошем, пеши роҳи истирфкориро гирем, аз ҳоло фикр зикри тирамоҳу зимистона кунем. аз ҳоло кор кунем сарҷамона, заҳмат кашем. мо шуморо гурусна намемонем. давлат кор мекунад, ҳукумат аст, мо кор мекунем, заҳмат мекашем, ва мекунем. лекин шумо ҳам дар паҳлӯи мо якҷоягӣ бояд заҳмат кашида имсоли таърихиро дар як рӯҳияи идона ҷашн гирифтан мода кор. идона чӣ мешавад? вақте ки дастархони мардумда нон аст, тамоми нӯши неъмате ки дар тоҷикистон парвариш меёбад арзонӣ бошад, пур бошад, чеҳраи мардум хандон бошад, рухсорошон сурх, ана мешавад баъд ҷашни 30 солагии истиқлолият. бори дигар шуморо табрик мегӯям, якҷаҳон барои пешвозгирии самимиятон. хоб ман доимо такрор ба такрор мегӯям ки ин қадар солҳои тӯлонӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат ҷонибдорӣ мекунед. ман як ҷаҳон ба шумо самимӣ миннатдории худро баён мекунам. Thank you.